استخاره کردن، چیزی به عنوان استخاره ما اصلا تو قرآن نداریم. بیایم مثلا من میخوام از یک جاده یک برم یا جاده دو، حالا استخاره کنم ببینم از جاده یک برم بهتره یا جاده دو برم. این اصلا کفر به خدا. یعنی خدایی که بخواد این جاده یک مثلا تصادف بشه نمیتونه این تصادف رو برای من تصادف نشه یا اتفاق مثبت برای من بیفته. این خدای من اینقدر ضعیفه؟ استغفر الله. نه، خدای من انقدر قویه که میتونه بدی‌ها رو به خوبی تبدیل کنه، میتونه چیزی که نیست به وجود بیاره، کن فیکون کنه. پس چیزی به عنوان استخاره اصلا در تعالیم قرآنی وجود نداره. هر کاری بخوایم کنیم باید حسن ظن به خدا داشته باشیم و اون کار رو به نیت خدا انجام بدیم، اون کار موفق میشیم. استخاره کردن